با حکم کلیگه سود اوید به پرونده های جنایتی سود ولایت ختلان از 7 ینور سال 2022 رضوانیان سید حسین سال تولدش 1972 شهروند جمهوری اسلامی ایران موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه نویه فردوسی محله 46 بر اساس ماده های 32 قسم 3 104 قسم 2 بندهای ای ز ای و 249 قسم 3 بندهای آ گ کودکس جمهوری تاجیکستان به قصد کشتار همسر تاجیکش اشورزاده گلبهار و روزنی گناهکار دانسته شده به 17 سال زندان نظامش سخت محکوم گردید. نورعلی کامران ساکن شهر کولا و دوست رضوانیان که او را در این جنایت شریکی کرده است با جرم سوءقصد به کشتار گلبهار اشورزاده به 15 سال زندان محکوم گردید و او نیز باید حکمش را در کلان نظامش سخت ادا کند. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت سید حسین رضوانیان تخمینا ماه اپریل سال 2021 با شهروند جمهوری تاجیکستان اشورزاده گلبهار رزاق سال تولدش 1991 طریق نکاح دین مسلمانی اویله برپا نموده تا ماه آگوست سال 2021 یک جای زندگی کرده بنابر ناسازی اویلوی از همدیگر جدا شدند. تخمینا سنه 2 اکتبر سال 2021 رضوانیان از دوستانش خبردار شده است که سابق همسرش اشورزاده خود را در یکی از کاشانه حسن حدود شهر دوشنبه آرا داده با مقصد به مرکز دلخوشی رفتن به نوی یوون سفر کرده است. او شب 14 اکتبر سال 2021 به نوی یوون رفته در مهمانخانه جایگیر شده تا 15 اکتبر سال 2021 معاین کرده است که سابق همسرش اشورزاده در شهرک یوون در مهمانی در خانه اجاره گرفته دوگانش قرار دارد. 16 اکتبر سال 2021 او از روی خصومت و احسیات رشک با مصلحت پیشکی با شهروند نورعلی کامران با مقصد قصداً از حیات محروم کردن اشورزاده با تبر و کسلت نیترات که برای حیات خطرناک بوده میتواند سبب مرگ انسان گردد مسلح شده تخمینا ساعت 21:00 دقیقه با ماشینی که روی از شهر دوشنبه به نوی یوون حرکت کرده تخمینا ساعت 22:00 دقیقه به نوی یوون رسیدند. او با نورعلی به شهرک یوون رفته چراغ‌های آشیانه‌های 3 و 4 بینایی را که منزل اجاره گرفته دوگانه گلبهار آنجا بود گشوده گرفتند و برای انجام نقشه جنایتیشان تاریکی شب را موافق دانسته در حوله آن بنا در یک کمینگاه منتظر آمدن اشورزاده شدند. او با نورعلی تخمینا ساعت 23:30 دقیقه هنگام وارد در آمدگاه بنا شدن اشورزاده و دوگانه‌اش عبدالله و بروی و بدن اشورزاده کسلت نیترات را میپاشد. از این اشورزاده روی گریز را پیش میگیرد. رضوانیان با تبر در دستش بوده یک ضربه به قسمت پشت سر 2 ضربه به میان اشورزاده و پس از افتیدن باز یک مرتبه با تبر به قسمت روی اشورزاده زده است. سپس آنها باوری حاصل نمودند که اشورزاده به هلاکت رسیده است و خلطه توفه‌های وی را به مبلغ 713 سامانی تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. گلبهار اشورزاده را با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری کردند و او با کمک طبیبان توانست از مرگ نجات بیابد. با وجود جدا شدن رضوانیان پیوسته همسر سابقش را تعقیب میکرد. جبردیده گلبهار اشورزاده گفته است که از دست این مرد روز نداشت و او را در هر کجایی که پیدا میکرد لطاکوب و تهدید کشتن میکرد. رضوانیان بعد پوشیدن کسلته به سر و روی گلبهار و چند ضربه تبر به بدن او از جای حادثه فرار کرد ولی کارمندان میلیسا در گرماگرمیش این جنایت را آشکار و این شهروند ایران را در مرکز دوشنبه دستگیر کردند.